بر اساس مطالعات زادگاه ویولون کشور ایتالیا و به طور اختصاصی شهر کرمونا بوده حدود قرن 15 و میتونم بگم آندریا آماتی کسی بوده که پدر ویولون سازی در واقع مدرن دنیا خونده میشه. تو شهر کرمونا شروع میکنه یه مدرسه ویولون سازی که در اون زمان معروف ترین مدرسه ویولون سازی دنیا بوده، نه به معنای مدرسه امروزی یا آکادمیک. یه ورکشاپی کارگاهی درست کرده بوده که علاقه‌مندا رو استعدادا رو پیدا می‌کرده و بهشون فن ساختن ویولون یاد میده. از جمله شاگردای آماتی میتونیم به گوارنریوس، عرض کنم استرادیواریوس، برگونزی اشاره کنیم که اینها بعدها خودشون از معروفترین و بزرگترین ویولون سازهای دنیا شدن که به صورت خانوادگی حتی این کار رو ادامه میدادن. تا قرن نهم هجری ما کسایی رو داشتیم تو ایران مثل ابن سینا، مثل فارابی، مثل قطب‌الدین شیرازی، مثل صفی الدین ارموی که اینا همه دارای کتب و تألیفات مدون بودن تو موسیقی و واقعا یه نگاه جدی و علمی به موسیقی داشتن. بعد از قرن نهم میتونم بگم تا سالها بعد، شاید تا چند قرن بعد، به دلایل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، جنگ‌هایی که مملکت ما دوچارش بوده، متاسفانه اندیشمندا فرصتی اینو پیدا نکردن که دوباره مثل گذشته ظهور کنن، نشو و نما کنن. در نتیجه نگاه مردم یک نگاه سطحی به موسیقی میشه. موسیقیدان رو مطرب میخونن به معنای بدش، نه به معنی کلمه، به معنی شادی آور یا برانگیزاننده، به این معنا نه. و تا جایی پیش میره که در دوره قاجار کسایی که برای شاههای قاجار ساز میزدن و بهشون میگفتن عمله طرب. چند سال بعد از سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، بعد از مرگش، ویولون وارد ایران میشه. چطور وارد ایران میشه؟ اصولا موسیقی علمی از طریق موزیک نظام، مدرسه نظام وارد ایران شد. شبیه ترین ساز به ویولون در اون زمان ساز کمانچه بود و اولین معلمای کمانچه تو ایران همون اولین معلمای ویولون هم شدن و در واقع ویولون رو به سبک کمانچه به شاگرداشون یاد دادن. اما اینکه چطور موزیک نظام در واقع منتقل شد به بستر جامعه، در واقع علم موسیقی منتقل شد به بستر جامعه، این برمیگرده به سال 1302 کرنل علی نقی وزیری. ایشون خودش یک فرد نظامی بود، سالها در خارج از کشور، حدود 5-6 سال، 1-3 سالی در فرانسه، 2 سال در آلمان تحصیل موسیقی علمی کرده بود
و البته خب نوازنده تار هم بودن پیش از اینکه برن به اروپا. این 5-6 سالی که ایشون اروپا بودند شروع کرده بودن سفت و سخت ویولون تمرین کردن، تئوری موسیقی خوندن و مبانی موسیقی علمی آشنا شده بودن. در نتیجه وقتی برگشتن در سال 1302 به فکر تأسیس مدرسه موسیقی افتادن، چیزی که امروز ما بهش میگیم هنرستان عالی موسیقی، اون زمان به اسم مدرسه موسیقی تشکیل شد. واقعا میتونم بگم به همت یک تنه استاد وزیری، یعنی هیچ کس اون زمان مثل استاد وزیری اون تجربه رو، اون همت رو و واقعا اون بلندی تب رو نداشته، یا اینکه نبوده، یا استاد وزیری باش آشنا نبوده. به هر صورت استاد وزیری یکی از کارهای مهمی که کردن این بود که خط نوت رو وارد موسیقی ما کردن. از اون به بعد چاپ کتاب، چاپ نوت، چاپ متد و روش یاد دادن تو موسیقی ما مرسوم میشه. کم کم کسایی که صاحب نظر بودن شروع میکنن خودشون به طور مستقل کتاب چاپ کردن. در مورد ویولون میتونم بگم که دیگه کسی نیست که اسم استاد ابوالحسن خان صبا رو واقعا تو ویولون نشنیده باشه. یعنی کسی نیست که یک ایرانی باشه که ویولون میزنه اسم استاد صبا رو نشنیده باشه. ایشون خودشون قطعات ردیف‌های عالی موسیقی رو کتابشون می‌نویسن در 4 جلد که میتونم بگم که هنوز هم که هنوزه مهمترین مرجع یک شاگرده که میخواد ویولون ایرانی یاد بگیره. منبع ردیف ویولونه. و به این شکل کم کم موسیقی شکل میگیره در ایران و ویولون کم کم تو ارکسترای ما جا میفته تا اینکه دیگه میبینید موسیقی گلها، برنامه رادیویی گلها که در واقع یک آرشیو مدون صوتی کاملترین آرشیوی است که ما از موسیقی ملیمون به نظرم میتونیم پیدا کنیم.